مایکی رسیدین؟ اینجا چه غلطی میکنید؟ چطور جرأت میکنید بیایید اینجا؟ همین الان برید. تو فکر میکنی داری با کی حرف میزنی ها؟ داری چه غلطی میکنی؟ این کاملا مسئولیتش با ماست. چرا اون مگه با شما چی کار کرده بود؟ ما خیلی زود با مبیوس دعوا میکنیم. ما همیشه مشکلاتمون رو تو دنیای خودمون حل میکنیم. همه ی اعضامون خانواده و کسایی دارن که واسه شون مهمه. فقط قلبی داشته باش که به بقیه بی منت اهمیت میده. ببخشید کنچی، من واقعا خوشحالم که تو رو کنار خودم دارم. میتونی به پاچینم بگی فردا بیاد؟ آره، به پام گفتم بیاد. همون انبار نزدیکی که همیشه ازش استفاده میکنی. خوبه. بعدم میبینمت. امکان نداره مایکی و دراکن با هم دعوا کنه. دراکن 3 آگوست میمیره. باید تا موقع هر چیزی که میتونم در مورد مبیوس پیدا کنم. من تو محله شیبایا به دنیا آمدم. نمیدونم پدرم کجاست. مادرم هم هیچ وقت ندیدم. وقتی 2 سالم بود ولمون کرد و رفت. من هیچ وقت تو خونه آرامش نداشتم. ممنون میشم اینجا رو امضا کنی. چشم. داری قد بلندتر میشی کن کوچولو. خب من هر روز شیر میخورم. صبح خیر. سلام. سلام. زود باش دیگه، برو مدرسه کن کوچولو. واسه مدرسه‌ت خودت. نه خیر. بعداً میبینمت. باشه. کلاس 5 همیشه تنها بودم و کارامو خودم انجام میدادم. بزرگتری بالا سرم نبود. صبحتون بخیر. صبح بخیر آقا اکشن. من که نیستم. اسمم دراکنه. ازش مطمئنی؟ هیچ وقت از این مطمئن‌تر نبودم. تو یه روی گیجگاه خیلی درد میگیره. انجامش بده بره. بعدن گریه نکنی ها. آخ. بیا شروع کنی.
یواش بابا، چه دردی داره. بیا تمام شد. وای اینجا رو، این چقدر خفنه داداش. توی کلاس 5 تتو زدی، یکی از آدم بالغای فاسد میشی. دمت گرم، میرم به همه پوزشو بدم. یکم طول میکشه تا اون ورمش بخوابه ها. فهمیدم خیلی آقایی. از بیشتر بچه‌های راهنمایی قد بلندتر بودم. من ریاگوجی کنم، از ابتدایی شعبه 4. به میگن دراکن. بهتره وقتی این اجدا رو میبینی قایم شی بچه. وقتی 5 سالم بود یه تتوی اژدها زدم. حتی بیشتر بچه‌های راهنمایی هم سر به سرم نمیذاشتن. کن تازگی ها داری خیلی مغرور میشی ها. باید از بچه های راهنمایی دور بمونی پسر. نظر حسابتو برسی. ببخشید. این محل زیر سلطه ی گروه سامی یاما بود. اونا قبلا لباسای منو پاره کردن و این سگ کتکم زدن. پس باید ازشون پیروی کنم. میدونی دیگه کیه مغرور کوچولوه؟ اون بچه ابتدایی شعبه 7. نه مایکی رو میگی؟ همون بچه‌ای که بعد از شکست دادن رئیس این اسمو گذاشت؟ کن مایکی رو بردار بیار اینجا. این بچه کیه؟ حتی منم فکر نمی کنم بتونم یه دبیرستانی شکست بدم، مخصوصا یه قوی شو. وقتی ببرمش اونجا کارش تمومه. اما قبل از اون خودم میخوام اول با مایکی دعوا کنم. بیچارش میکنم. هی تو مال ابتدایی شعبه 7؟ آره دارم دنبال مایکی میگردم. میدونی کجاست؟ همین الان مایکی رو دیدم. مایکی چیه؟ این اصلا چیزی نیست که تصور میکردم. فکر میکردم یه هیولاس از من گنده تر. این یارو کوتوله است، فقط یه بچه است. داره میاد اینجا چیکار کنم؟ باش دعوا کنم؟ بزنمش؟ میگم به نظرت از اینجا تو مدرسه ما چند تا تیر چراغ برق هست؟ همه سعی میکنم بشمارمشون ولی به 40 نمیتونم برسم. نظرش چیه؟ اصلا به چه دردی میخوره؟ تو مایکی هستی مگه نه؟ آره منم. کسی؟ چند تا از بزرگترام تو راهنمایی خواستن که تو رو ببرم پیششون. چی؟ یعنی مجبورت نمی کنم. باشه. تو کسی هستی که پرسیده پس چیزی نمیپرسم. میرم وسایلم بزنم مدرسه میام. چه یاروی عجیبی. حتی نمیدونم چطوری رفتار کنم. شرط میبندم این فسخری زود پدرش در میاد. سلام بچه ها. بچه را آوردم. این همون مایکیه. تو اون لحظه مایکی مستقیم رفت سمت سامه یاما و پرید. خب بچه ننهایی که تنهایی نمیتونن هیچ غلطی بکنن از من چی میخوان؟ من مایکی هم از مدرسه ابتدایی شعبه 7. چه خفن. تو هم باید دراکن از ابتدایی شعبه 4 باشی مگه نه؟ چرا یه یاروی خفن اینه تو باید با اون آشغاله بپیدی؟ بیا با هم دوست شیم. خیلی دوست دارم با هم دوست شیم. من کنجینم.
جدی قراره اوسانا رو اینجا پیدا کنیم؟ نه تو یهویی برگشتی و گفتی پیداش کنیم. جوری میگه انگار وقت داشتم اطلاعات جمع کنم. آره شرمنده، مورد اضطراری بود. چی؟ تازه‌شم. تو بهم در مورد دعوای مایکی و دراکن اطلاعات غلط دادی. اون دو نفر عمرن با هم دعوا کنن. نه تو در گذشته درگیری بین توکیو مانجی و مبیوس قرار شروع بشه. ریوگوجی قراره در حین اون کشمکش بمیره. آره، پس اگه از اوسانای مبیوس در موردش بپرسیم میتونیم یه راهی برای جلوگیری از کشته شدن دراکن پیدا کنیم، مگه نه؟ ببخشید، میتونم رد بشم؟ معذرت میخوام. ببخشید. میدونستم خیلی خوبه که یه پلیس مثل تو اطرافم باشه. نه تو لطفاً بیشتر مراقب باش. چرا دور کردی اوسانا؟ اوسانا؟ مگه چقدر طول میکشه که ناهار کوف کنی؟ ولی من که سر وقت اگه نمیتونی سخت کار کنی پس باید سگدو بذاری. اون یارو اوسانا هست؟ همینجا وای نسا زور بزن رهبر سابق مبیوس؟ میشنوی یا نه؟ تکون بخور پسر. مگه نمیفهمی اشتباهی شده؟ میگم تکون بخور. بیا حداقل باش حرف بزنیم. میگم من کار اشتباهی کردم. نه، من داشتم راجع به گروه توکیو مانجی تحقیق میکردم. اخیراً باعث یه حادثه شدن. 12 سال پیش شما به عنوان رهبر مبیوس با توکیو مانجی دعوا کردین، درسته؟ چند تا سوال داشتم. چیزی برای گفتن ندارم. شما تو مرگ ریوگوجی که نقش داشتین؟ نه، من یکی از اعضای مبیوس بهش چاقو زد. نه، به هیچ وجه. شما بودین که دستور دادین اونو بکشن؟ نه. درسته که با توکیو مانجی دعوا کردیم ولی ما نکشتیمش. اون فقط جرقه بود. بعد از اون توکیو مانجی دچار درگیری‌های داخلی شد. چی؟ و در 3 آگوست دراکون مرد. اینا همش نقشه اون بود. گفتی اون؟ ببخشید، بیشتر از این نمیتونم بهتون بگم. نمیخوام کاری با توکیو مانجی داشته باشم. معذرت میخوام. رئیسم دوباره سرم داد میزنه. باید برم. ببخشید که اسباب زحمتتون شدیم. خیلی ممنونم. اگه دراکون نمرده بود من نظرت چیه؟ اوسانای کاملا ترسیده بود. شک دارم دروغ گفته باشه. اگه قرار باشه چیزی که گفت و باور کنیم، میشه گفت درگیری با مبیوس فقط یه جرقه بوده و کسی که داشت در موردش حرف میزد داشته دسیسه میچیده تا توکیو مانجی رو از هم بپاشونه و اوسانای فقط یه وسیله بود. که یعنی یکی سعی داره مایکی و دراکن رو ضد همدیگه بکنه؟ آره؟ چرا باید همچین کاری بکنه؟ صرف نظر از همه چیز درگیری با مبیوس قراره باعث همه اینا بشه. پس توکیو مانجی نباید با مبیوس دعوا کنه. باید جلوشونو بگیرم. درسته. لطفاً اینو به مایکی بگو. باشه، سعی میکنم قانعش کنم. آره دیگه، خلاصه یاگامیشی چه مرگشه. قبلا هم تو بدترین زمان گند زده بود. همیشه داره واسمون دردسر درست میکنه. چی شده تاکمیچی؟ آکان، لطفاً همه رو نجات بده. بچه ننه قهرمان ما. آهای، با تو هم تاکمیچی. ببخشید حواسم نبود، معذرت میخوام. نزدیک بودا. چیه؟ واسه چی داری میخندی؟ اون زنده است.
لعنتی بازم گوش نمیدی؟ جلو تو نگاه کن. آکن تو آرزویی داری؟ ها؟ ببینم چرا یهو اینقدر احساساتی شدی تو؟ بگو دیگه. آرزو؟ شاید آرایشگر شدن. پس بهتره انجامش بدی. ها؟ در مورد چی حرف میزنی؟ چطوری بدونم اتفاق میفته؟ بهتره انجامش بدی. خب بابا بسه. چت شده تا که میچی ها؟ چه خبرته؟ چرا داد میزنی؟ من هوا تو دارم آکن. میدونم که میتونی انجامش بدی. باشه آکن، من دیگه باید برم. ها؟ میخوای کجا بری؟ خب یه چیزی پیش اومده. بذار من اولین مشتریت باشم. حتما. خیلی خوب، قول دادی یا یادت نره. باشه فردا میبینمت. میخوام آکن رو نجات بدم. میخوام دراکن رو نجات بدم. میخوام هینا رو نجات بدم. باید جلوی این درگیری با مبیوس رو بگیرم. مایکی! مطمئن میشم این دعوا هیچ وقت اتفاق نمیافته. چی شده؟ تکه میچه چی؟ تو چرا اینجایی ها؟ بازم که تو رو دیدم. گم شو بیرون آشغال. ببخشید ولی داریم در مورد یه چیز خیلی مهم صحبت میکنیم. میشه دعوا کردن با مبیوس رو متوقف کنی؟ چی؟ نمیتونم بگم چطوری میدونم، ولی یکی مخفیانه پشت این ماجرای درگیری هست. فکر میکنی که کدوم خری هستی؟ مگه نه پاهشین؟ گم شو برو، یه کلمه دیگه حرف بزنی میکاشمت. میفهمم دراکن، خیلی توش عجله نمی کنم. خب چطوری حمله کنیم؟ تعریف کن. نمیتونیم با مبیوس دعوا کنیم. این یه تره واسه توکیو مانچیه. بلند شو. چه غلطی کردی؟ نمیتونیم باشون دعوا کنیم. تو هم نمیتونی بگی چرا؟ کی بود رفیق من اون دختره رو به اون روز انداخت؟ نمیتونم ولی آخه تکه میچه چی؟ میفهمم چی میگی. ما با مبیوس دعوا میکنیم. تو هیچی نمیفهمی. وقتی من تصمیم بگیرم که توکیو مانجی و مبیوس دعوا کنن، این اتفاق میفته. نمیتونم عقب بکشم. اگه شما بچه ها با مبیوس دعوا کنین کار توکیو مانجی تمومه. مانکی، من تازه با تو دراکن دوست شدم. نمیتونم قبول کنم پایان توکیو مانجی اینجوری شه. تو خواهش میکنم. واسه چی داری گریه و زاری میکنی آن؟ چت شده دراکن؟ تاکیمیچی چی گفت نمیتونه عقب بکشه. شاید بد نباشه یکم بیشتر در مورد مبیوس تحقیق کنیم. مایکی ها؟ کنچین تو داری از توکیو مانجی سرپیچی میکنی؟ چی؟ اصلا منظورم این نبود. ولی به نظر من که اینجوری بود. آقایون ببخشید که مزاحم دعوای کوچیکتون شدم. هی میگید مبیوس فلانه بهمانه. میشه اسم ما رو به زبون نیارید ها؟ دهاتی یه مدرسه راهنمایی. تو یک کثافت اوسانایی.
آروم باشید جوجه فکالیای احمق. چی؟ اون اوساناست؟ ای عوضی، تویی که اونجایی. من 2 سال ازت بزرگترم. باید به هم بگی آقای عوضی. خب مرسی که ثابت کردین یه مش بچه اید. گروه توکیو مانجی، اسمتون رو عوض کنید. شاید اتحاد بچه کوچولوی راهنمایی خوب باشه. شنیدم میخواین با ما دعوا کنین، آره؟ منم با خودم گفتم که ما دعوا رو بیاریم خدمتتون. سلام عرازه. سلام مایکی، محاصره شدی؟ این جنگ دادا. صرف نظر از همه چیز، درگیری با مبیوس قراره باعث این اتفاقا بشه. پس یعنی توکیو مانچی نباید با مبیوس دعوا کنه. باید جلوشونو بگیرم. لعنتی، باید چه غلطی بکنم؟ Basta